سلام رفقا، به برگریزون خوش اومدید. توی ویدیوی قبل 5 تا از ترسناکترین جاهای ایران رو براتون معرفی کردم. اگر نمی ترسی ویدیوی قبل ما رو هم حتما ببین، چون این ویدیو ادامه ویدیوی قبله. بریم طبق معمول برگاتون رو بریزونم. مورد ششم، باغ سنگی سیرجان. باغ ترسناکی که از درختای این باغ به جای میوه سنگ آویزونه. این باغ مال یه آدم ثروتمند و کرولال به نام درویش خان اسفندیاره که از سال 1340 به دلیل اصلاحات ارضی زمینهاش رو ازش میگیرن و اون هم برای اعتراض تصمیم گرفت یک کاری رو انجام بده که اعتراضش رو نشون بده. ایشون یه روز صبح این ایده به ذهنش میرسه که از درختای خشک شدهش سنگ آویزون کنه. پس درویش خان شروع به کندن چاله میکنه و توی باغش به وسعت 1000 متر 180 درخت میکاره و سنگهایی رو از این درختها آویزون میکنه. نکاتی هست که رازآمیز بودن این باغ رو بیشتر میکنه، مثل سوراخ بودن سنگها یا حمل چند کیلومتری و آویزون کردن این سنگها به درخت که نمیتونه کار یه پیرمرد باشه. رازهایی که هنوز سر به مهر مونده. مورد هفتم، ارگ زاهدان کهنه یا کشتارگاه تیمور لنگ. این ارگ با برج‌هایی به ارتفاع 15 متر هست که در برابر حمله تیمور مغول به شدت مقابل تیمور مقاومت کردند و تیمور در نهایت تونست با بستن کانال‌های آب به شهر مسلط بشه. در کنار این قلعه آرامگاهی هست به نام 40 پیر یا 44 زاهد که اینها مردانی هستند که جلوی تیمور مقاومت کردند و تیمور هم اونها رو همونجا دفن کرده. شاید صداهایی که هنوز اطراف این قلعه شنیده میشه صدای روح‌های سرگردان این مردان باشه. مورد هشتم، قلعه بوینیون یا قلعه آدمخوار. قلعه‌ای که هر کس به اون وارد شده به طرز مرموزی ناپدید شده. این قلعه در روستای کور عباسلو استان اردبیل و به دلیل داستان‌های ترسناکی که درباره این منطقه شنیده میشه کمتر کسی سمت اون میره، چون هر کی که به بازدید این قلعه رفته به طرز مرموزی ناپدید شده و کسی از سرنوشت این آدم ها هیچ اطلاعی نداره. مردم این منطقه معتقدند که قلعه اونها رو بلعیده و به همین دلیل به قلعه آدمخوار معروف شده. قدمت این قلعه به 4500 سال پیش برمیگرده و دیوارهای خیلی بلند به طول 300 متر داره. این احتمال هم هست که اون آدم‌هایی که برای بازدید قلعه میرفتن دیگه راه برگشت رو پیدا نمی‌کردند و همونجا از گشنگی و تشنگی تلف می‌شدن. وسط این جاهای ترسناکی که دارم براتون معرفی میکنم یه چیز برگریزون براتون دارم. رفقا میدونستید اگر کانال ما رو لایک و سابسکرایب کنید هیچ هزینه ای براتون نداره. ناموساً بزنید اون لایکو، به خدا داریم زحمت میکشیم. دم معرفتتون گرم. مورد نهم، قبرستون جنها. آیا این قبر متعلق به بزرگ جنیان بوده؟ تا پایان این ویدیو با ما همراه باشید. این قبرستان در روستای تیس شهر سیستان قرار داره. این روستا قدمت 2500 ساله داره. محیط خاص، ابعاد و شمایل قبرها
و شیوه حفاری اونها این سوال رو پیش میاره که در زمان قدیم با توجه به اینکه امکاناتی نبوده چطور این قبرها رو تو دل کوه کندن. طبق باورهای مردم محلی این منطقه، جنها مرده های خودشون رو تو این منطقه دفن کردن و شبها به مرثیه سرایی مشغول میشن و هر کس شب گذرش به این مکان بیفته توسط جنها نفرین میشه و بعد از چند روز با عذابی سخت میمیره. تمامی این قبرها در دامنه کوه و در دل سنگها کنده شده و با وجود گذر زمان و تخریب قبرها توسط باد و باران، قبرهای زیادی تو این منطقه باقی مونده، اما یکی از این قبرها به طرز عجیبی سالم مونده. قبری کاملا سالم و قدیمی که 225 سانتی متر طول و 110 سانت عرض داره که هیچ کس از اسرار این قبر آگاهی نداره. مورد آخر، قنات قصبه. میخوام خون رو تو رگاتون منجمد کنم و از قناتی بگم که دیوها و جنها اون رو حفر کردن. قنات قصبه گناباد دارای قدمت 2500 تا 2700 ساله است و چاه‌های عمیقی به عمق 300 متر داره و مردم این منطقه معتقدند که ساخت این قنات از دست آدمیزاد بر نمی اومده و دیوها و جنها این قنات رو ساختن. همچنین معتقدند که نام شهر گناباد در اصل جنآباد بوده و بعدها به جناباد و بعد از اون به صورت امروزی تلفظ شده. حتی پژوهشگر فرانسوی آقای هانری گوبلوی با زبان رمزآلود توی کتابش این قنات رو اصولی ترین قنات جهان دونسته و معتقد افرادی که این قنات رو ساختن نیروی ماورایی داشتن و همچنین رد پاهایی که کف قنات پیدا شده نشون میده که ساخت این قنات ها کار نیروهای مافوق بشر با قد بسیار بلند بوده. خب رفقا، به پایان این قسمت از ویدیو رسیدیم. لطفاً کانال ما